چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. قصر بنیاد سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. سلام تماشابینان عزیز، منظور شماست برنامه نوبتی انگوبین تاریخ تلویزیونی بهارستان و باید قید نمود که برنامه امروزه ما با 31مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است و چون هر وقت ما تصمیم گرفتیم با یک قطار اشتراکچیان دائمی و فعال برنامه انگوبین یک برنامه ایدانه را بهرتان پیشکش گردانیم و بینندگان گرامی اگر میخواهید از سخنها، شعرها و عموما صحبتهای خیلی جالب و شوق‌آور در وصف جشن استقلال دولتی برخوردار گردید، پس برنامه ما را تماشا کنید. سلام بچه ها. سلام. خوب به برنامه خوش آمدید و فکر میکنم موضوع برنامه براتون علاقه معلوم است. همین خیلی؟ بله. خوب آمدید؟ بله. چون هر وقته ها؟ بله. احسن. خوب چطوری که دیدید سخن و عموما برنامه امروزه رو از یک شعر آغاز کردیم. چیست استقلالیت؟ همین خیلی؟ بله. همین سوال رو من با خود شما دادن میخواستم. خب به فکر شما، به عقیده خود شما استقلالیت چیست؟ شما استقلالیت گفته چی رو میفهمید؟ استقلالیت یعنی با هم بودن. با هم بودن به فکر شما ها؟ بله. مجتبی شما چی فکر دارید؟ استقلالیت یعنی صلح. استقلالیت این آبادی کشور است. آفرین. زینب؟ استقلالیت آزادی هر یک ماست. استقلالیت خورسندی ماست. بهترین. یاسین؟ استقلال سرجمی ملت است. سرجمی ملت است. البته بچه های عزیز خیلی درست قید کردید، زیرا استقلالیت این آبادی، آزادی، صلح و ثبات، دوستی، همدلی و سرجمی هر یک ماست و از این رو ما رو میباید تا به قدر این نعمت به‌بها همیشه برسیم. خیلی؟ بله. چیست استقلالیت؟ در بدخشان سخن لعل یمن، زر شمردن ذره خاک وطن، عشق را آمیختن با جان و تن، از قفس پرواز بر سوی چمن. خب بچه های عزیز، من میدونم که هر یک شما درباره استقلالیت شعر از یاد کرده اید، سخنها دارید. همین خیلی؟ بله. از این رو بیاید سخنهای هر یک شما رو گوش میکنیم و کوشش میکنیم تا به سهم بینندگان نیز رسانیم. سر اول من میخواستم از شما پرسم که درباره استقلالیت یعنی کدام سال قبول شدن و عموما درباره تاریخ استقلال جمهوری تاجیکستان معلومات دارید؟ بله. خب ابراهیم مرحمت. ابتدای وحدت ما روز استقلال ماست، عید استقلال فردا شوکت و اقبال ماست. 9 سپتامبر سال 1991 در خریطه دنیا دولتی مستقل و صاحب اختیار تاجیکستان عرض هستی کرد و از آغاز مرحله نو و تازه در تاریخ خلق تاجیک بشارت داد. هرچند تاجیکان از قدیمترین خلقهای دنیا محسوب می شوند، از جمله بنیادکاران تاریخ تمدن بشریت بودند و هستند. فرزندانی با دانش و فرهنگ خلق تاجیک مثل نگین تابناک تاج دولت و دولت داری های اجنبی را شکوه می بخشیدند. ولی این ملت بعد از فروپاشی سلاله بزرگ سامانیان در طول 1000 سال اخیر از دولت و دولت داری محروم بود. از این رو 9 سپتامبر سال 1991 برای ما نه تنها روز استقلالیت تاجیکستان بلکه همچنین سنه برقرار شوی تاریخی عزیز و ارجمند است. دیاری باستانی شد جوان از فیض استقلال، در آغوش جهان شد 100 جهان از فیض استقلال. بدخشانش سراسر لعل گشت از تابش مهرش، زرافشانش زینو شد زرفشان از فیض استقلال. زبان رودکی از منبری دنیا سخن پرداخت، حدیثش را شنید اهل زمان از فیض استقلال. سری
خلقش بلندی یافت مثل قله کوهش، به عالم پرچمش شد پرفشان از فیض استقلال. رود همراه فرزندان نیکش سو به سوی دهر، شده همدرد و همرازی جهان از فیض استقلال. غروبی نیست بر صبح زفرها و ثمرهایش، بود باغ امیدش بی خزان از فیض استقلال. دیار کوچک ما را جوانی می سزد، زیرا در آغوش جهان شد صد جهان از فیض استقلال. تشکر زیاد. یک قرصک بچه ها. خوب اینک کی ادامه میدهد؟ مشتبه مرحمت. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظ آزادی بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. سلام به کل تماشابینانی که این لحظه ما را تماشا کرده ایستادند. چنانه که ما همگان میدانیم، همه ساله در سراسر وطن عزیزمان 9 سپتامبر همچون روز استقلالیت ملی جشن گرفته می شود. واقعا ما کودکان و نورسان خوشبخت از آنیم که در چنین فضای آزاد و آباد زندگانی نموده علم آموزیم که این هم ثمره استقلالیت می باشد. محض با شرافت این نعمت بی‌بها امروز در تمام جهان وطن عزیزمان را می شناسند و اعتراف می کنند. چنانه که پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، راهبر دولت، پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی الرحمن در برآمدهای خود قید می کنند. هر یک فرد تاجیک وظیفه‌دار است که برای حفظ این نعمتی بی‌بها سهمگزار باشد. ما کودکان و نورسان نیز با خوانش خوب و اعلا و اشتراک در آزمون المپیادهای جمهوریوی و بین المللی وطن عزیزمان را در تمام جهان معرفی نموده سهم ارزنده خود را در تحکیم استقلالیت می‌گذاریم. در آخر می‌خواهم تمام مردم تاجیک، خصوصا آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 ناحیه سینای شهر دوشنبه را که من در آنجا تحصیل میکنم با یک شعر دلنشین در وصف استقلال تبریک و مبارکباد نمایم. خوب، ما انتظاریم هم بچه ها. بینندگان گرامی، شما نیز با ما بودن را فراموش نسازید و این زمان یک شعر زیبا و دلنشین را از جانب اشتراکچی برنامه‌مان مجتبی طالبزاده پیشکش شما می‌گردانیم. با دقت باشید. مرحمت. همایون باد استقلال تاجیک، دل از فخر مالا مال تاجیک. پیام صلح آرد کفتر عشق، به گوش ملت خوشفال تاجیک. جهان تاجیکان رنگ در رنگ، خجسته می شود اقبال تاجیک. طلوع تازهش آمد دوباره، ز بعد آل سامان آل تاجیک. ره فردای ملت گشته پر نور، ز فیض خنده اطفال تاجیک. وطندارا وطن را دوست می‌دار، وطنداری بود آمال تاجیک. به جام جم بیاور باده مهر، که در وحدت بود اقبال تاجیک. کهن سال و کهن اجداد دهریم، نباشد ملت امثال تاجیک. به سر باید دویدن ای عزیزان، به پابوسی استقلال تاجیک. باز یک بار دیگر عید استقلالیت مبارک، مردم تمدن آفر تاجیک. خوب، احسن مجتبی، تشکر زیاد و باور دارم که بهر بینندگان نیز پسند آمد و اینجا اشتراکچیان دیگر شما نیز یگان شعر دلنشین خود را بهرمان قرائت کنید. تاجیکستان کشور فتح و ظفر، در امانی پایدار و تاجور. با صلح خانه را ساختی، دوره استقلال را یافتی.
شکرگزارم که وطن عزیزم دارای استقلال دولتی می باشد. می خواهم که وطن عزیزم چنین گلگل شکوفا، زیبا و استقلالش پاینده باد. مبارک جشن استقلال تاجیک، شکوه و بخت و هم اقبال تاجیک. تشکری زیاد. از بلندی های شان و شان تو من بلندی های دوران دیدم. از بلور چشمه های روشنت روشنی روزگاران دیدم. استقلالیت شرف و ناموس هر یک ملت آزاداندیش صاحب خیرت و صاحب احترام است. استقلالیت رمز سعادت ملت و دولت صاحب اختیار ملی، نشانه پایداری و بقای آن می باشد. زیرا در دنیای پرتضاد معاصر ملت صاحب نام و عزت شده می تواند که استقلال واقعی و دولت آزاد و مستقل خیش را داشته باشد. ما به آن روز رسیدیم که استقلال است. ما همان منظره دیدیم که استقلال است. در نفس غلغله کردیم فرحمندی را، چون دل خیش پدیدیم که استقلال است. اصلا به شما بیبی زینب. واقعا هم درست قید کرده، زیرا نه هر یک قوم و ملت میتواند در چنین مدتی کوتاه صاحب استقلال دولتی و چطوری که خود شما گفتید استقلال واقعی گردد که خلق آن دور از جنگ و عموما خشونت و هر آن چیزی که مردم رو به عذاب کشیدن و به تنقیسی می‌آورد از آن دور کند و ما باید شکرانه کنیم که چنین وطن عزیز و محبوب و صاحب اختیار و صاحب استقلال داریم. خب یاسین جان آماده اید؟ نور است بر دیدگان ما استقلال، زور وطن و روان ما استقلال. یک ملت پاسخورده را جمع آورد، پیوندگرد جهان ما استقلال. با پاک خصوصم وطن ساز شدیم، نام و نسب و زبان ما استقلال. صاحب وطن مساحل قسمت خیز، معجزه شان سون ما استقلال. رفسانس در چراغ چشم زهی ما است در آسمان ما استقلال. ای هم قلمی عزیز وصف از پیسرا، زیبایی داستان ما استقلال. بهترین است. آفرین. به فکرم که ابوبکر خیلی نوبتش رو انتظار شده. ابوبکر برای ما یگان شعر میخوند. مرحمت. جلوه پرچم ما استقلال، برای هر دم ما استقلال. مقصد و مطلب ما استقلال، بهترین مکتب ما استقلال. همه فیروزی ما استقلال، روزی ما استقلال. با زیبا وطن نامی ما، رمز خسروزی ما استقلال. تماشاچیان عزیز، چطوری که شاهد گشتید ما توانستیم تا با همراه اشتراکچیان یک کمی درباره جشن استقلال یعنی تاریخ پیدایش آن به شما معلومات دهیم و شعرها و سخنهای اشتراکچیان را نیز در این بابت گوش کردیم. چنانچه که هنگام سخنرانی خود مجتبی قید کردند باید ما نسل نورس و عموما نسل جوان باید همیشه با دانش و ملکه مهارت و عموما اشتراک در آزمون المپیادهای سطح شهری، جمهوریوی و بین المللی مهر و محبت خود را نسبت به وطن مادر و یعنی مینداری خود را نسبت به استقلال دولتی بیان سازیم. و به همگان معلوم است که شما خود اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشید، همین خیلی؟ بله. خب عموما درباره اشتراک خود در این آزمون به ما کمی گپ زنید. من در این آزمون یعنی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است سالی سوم است که اشتراک می نمایم. در کدام نامیناسیون؟ من در نامیناسیون خواندن و از بر نمودن آثار کلاسیکی تاجیک اشتراک می نمایم.
آیا برای شما دشوار نیست چرا ادبیات کودکان و نورسان حداقل ادبیات معاصر نه و ادبیات کلاسیک؟ در عائله ما همگان تنها کلاسیک را از بر می نمایند. از برای همین در دل من خواندن شعر کلاسیکان جوش میزند. یعنی برایتون دشوار نیست؟ نه دشوار نیست. من از 4 سالگی به خواندن اشعار کلاسیکان آغاز نمودم. کی شما را وادار نمود تا در این آزمون شرکت ورزید؟ من با توصیه پدرم در این آزمون اشتراک نمودم. من میخواهم یک غزل از لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی قرائت نمایم. خب مرحمت. دوش پنهان می شدم تا قصر جانان سکینک، نرمک نهادم پای را رفتم در ایوان سکینک، دیدم نگار خیش را در تخت زر در خواب خوش، من از نهیب خواب او چون بید لرزان سکینک، کردم 2 انگشتک دراز آهستک و آهستکک، برداشتم برقع زر از رخ آن ماه تابان سکینک، در خواب جنبانیدمش یک نیم نرگس باز کرد، شد بر رخ همچون مهش زلف پریشان سکینک، گفتا کی ای بی ادب؟ گفتم من مسکینی تو، گفتا کسی یابد خبر ای دزد نادان سکینک، گفتا چی داری مدعا؟ گفتم زلحلت بوسه، گفتا مرنجد خاطرت این دم بسیتان سکینک، گفتا که حافظ خیز و رو در صحبت ایوان شاه، بر شاه خان این قصه را از خلق پنهان سکینک. تشکری زیاد. بینندگان گرامی باید قید نمود که یک قطار اشتراکچیان برنامه انگوبین که خیلی فعال، دانشمند و زیرک و کنجکاو هستند کوشش میکنند تا در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک نمایند و باید قید نمود که ابراهیم جان نیز از شماره آن نفران است که در این آزمون شرکت می‌ورزد و سزاوار جایزه ها نیز گردیده است. همین خیلی ابراهیم؟ بله. شما در کدام نامینات اشتراک میکنید؟ من سال 4 است که در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک میکنم و از روی نامینات خواندن و ازبر کردن اشعار کلاسیکان. شما هم اشعار کلاسیکان ها؟ بله. یعنی با مجتبی رقیب هستید؟ بله. خوب، به فکر شما همین گونه آزمون ها به ما چی میدهند؟ چگونه اهمیت دارند؟ این گونه آزمون ها نطق آدم را برا میکند و دانش آنها را وسیع میکند. البته و باید قید نمود که با مطالعه نمودن کتاب ها و عموما ازبر نمودن شعر و غزل ها، داستان ها، جهانبینی شخص وسیع می شود، مفکوره شخص دیگر می شود. شما نیز اگر خواهش داشته باشید می توانید به مثل مجتبی از اشعاری از برنامه خود یگان مصرع شعر قرائت نمایید. من میخواهم یک غزل از استاد بدیل دهلوی قرائت نمایم. خب مرحمت. از غبار جلوه غیر تو تا بستم نظر، چون صفی مجگان 2 عالم محو شد در یک دیگر، بستم محمل بدوش یأس و از خود میروم، بال پروازی ندارد صبح جز چاک دیگر، خدمتی موی میانت تا کی را باشد نصیب، گلرخان رازین هوس زنار میبندد کمر، وحشتی حسرت به این کم فرصتی مخمور کیست، صورتی خمیازه دارد چین دامانی سحر، عالمی را از تغافل ربطی الفت داده ایم، نیست مژگان قابل شیرازه بی ضبط نظر، این تناسانی دلیر وحشتی سرشار نیست، هر قدر افسرده گردد سنگ می بندد کمر، گر فلک به اعتبارت کرد جای شکوه نیست، بر حلاوت بسته دل چون گره در نیشکر، سیر رنگ و بو هوس داری ز گل غافل مباش، شوخی پرواز نتوان دید جز در بال و پر، چند باید شد هوس فرسود کسب اعتبار،
مرهم غافل نمی ارزد به چندین دردسر. منزل سرگشتگان راه عجز افتادگی است، تا دلی خاک است بی دل اشک را حد سفر. احسن با شما. و یک سوال دیگر دارم. تیاری ها چگونه برای اشتراک در دور شهری آزمون؟ تیاری ها در این آزمون فروغ صبح دانایی برای من واسه جدی است. جدی است هم؟ بله. خوب تیاری دیده ایستاده؟ بله. شما چی؟ بله برای من هم جدی است. بهترین است. و خوب اشتراکشون دیگر حالا شما کمی خوردکه ها و ما مطمئن هستیم که به مثل ابراهیم و مجتبی و یک چند نفران دیگر که در این آزمون اشتراک میکنند، شما نیز سالهای من بعد البته دانش و مهارت و ملکه خود را تکمیل داده در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک میکنید. و بینندگان عزیز، باعث قید است که تشکیل و برگزاری چنین آزمون های سطح شهری، جمهوری و بین المللی نیز این همه محض با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد و این را نیز یکی از دستاوردهای دوران استقلال نامیم هم خطا نمیکنیم و باید قید نمود که این همه نعمت بی‌بهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و می سازد تا ما نیز بر عوض این همه غمخواری ها و بر عوض این همه آزادی و پیشروی جامعه، دولت و خود ما یعنی بی‌طرف نباشیم و با دانش و مهارت و ملکه خود جامعه را باز هم به سوی پیش بردن گیریم. همین باز چگونه شعرها میخواهید قرائت نمایید؟ مکان جاودان ما وطن، حیات نوستان ما وطن، زمین پاک هم نژاد ما، هوای آب نان ما وطن. با ما تو قبلگاه ای وطن، با ما تو سرپناه ای وطن. آفرین. خوب بیبی زینب شما آماده شدید؟ مرحمت. تاجیکستان آب و خاکم، آب و خاک پاک توست، تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می نهم در زیر پایم خاک توست، گرد خاکت را تبرک می نهم بالای چشم. تشکر زیاد. ابوبکر شاید یگان شعر دیگر میخونه؟ مرحمت. ما نوجوانا پیروت پیشوای تاجیکان بشناخت، از رفتار تو این تاجیکستان را جهان. وطنی من، جانی من، نور دو چشمانی من، آغوشی تیره باید راحت و روانی من، آبکی شوخ جوید قوت و درمانی من، صحرای دلکشاید باغ و گلستانی من. با تو کنم افتخار ای وطنم وطن جان، با تو منم بختیار ای وطنم وطن جان. خوب اینک بلنگویک باز به دست شما رسید. خب شما چی گفتن میخواهید؟ ما نسل نورس باید به عوض این دستگیری های جناب عالی با آداب باشیم و علم آموزیم و من میخواهم یک غزل از مولانا جلال الدین بلخی در وصف آداب قرائت نمایم. مرحمت. خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است، آدم از عالم علویست شرف جان ادب است. یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی، با ادب شین که خاصیت مهمان ادب است. زاغ شبرنگ که در بی ادبی مشهور است، نغمه در نای دمی مرغ سحرخوان ادب است. بی ادب را نبود در خور سلطان چیزی، نیک بینگر به یقین در خور سلطان ادب است. کردم از عقل سوال که چی باشد ایمان، عقل در گوش تنم گفت که ایمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را،
آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. شمس تبریز خاموش کن تو که ای سر خدا، انور فر همه شمع شبستان ادب است. تشکر زیاد. خوب ابراهیم، من میخواهم یک شعر دیگر درباره استقلالیت خوانم. مرحمت، ما انتظاریم. ما همه فرزند استقلال، راه ما پیوند استقلال. با فروغ صبح دانایی، مهر ما دلبند استقلال. پیروان پیشوای ملتیم، بلبلان همنوای ملتیم. اینقدر آبادی در مکتب، خرمی و شادی در مکتب. مخزن دانش برای ماست، پرچمی آزادی در مکتب. پیروانی پیشوای ملتیم، بلبلانی همنوای ملتیم. در لیاقت نسل خوشبختیم، در وفا و عهد خود هستیم. رهروانی راه تعلیمیم، وارثی تاج ما هم تختیم. پیروانی پیشوای ملتیم، بلبلانی همنوای ملتیم. من میخواهم یک شعر دیگر خوانم. باز میخوایم. مرحمت. جشن استقلال ما بادا مبارک دوستان. بخت ما اقبال ما بادا مبارک دوستان. سرور ما تاج وحدت بر سری تاجیک ماند. تاج زرین خال ما بادا مبارک دوستان. مادر ما شاد گشت و شاد شد اطفال ما. خنده ای اطفال ما بادا مبارک دوستان. جشن سامانی که پیک سال صلح و دوستی است. سال نیک و فال ما بادا مبارک دوستان. جشن دولت داری ما رمز استقلال ماست. رمز استقلال ما بادا مبارک دوستان. جشن استقلال ما بادا مبارک دوستان. بخت ما اقبال ما بادا مبارک دوستان. تشکر زیاد ابراهیم جان و عموما بچه ها به هر یک شما تشکر که طول این مدت توانستید تا معلومات، سخنها و همه شعرهای از برنموده خود را در وصف جشن استقلال ملی پیشکش ما و بینندگان گردانید و بینندگان عزیز فکر میکنیم برای شما نیز پسند آمد. چیست استقلالیت؟ مهر مهتاب است از صندوق شب، نامه مهر است از اصل نسب. آیت شکرانه پندارش به لب، وحدت ما را همین باشد سبب. بینندگان عزیز، این بود برنامه ادانه ما که بخشیده به 31مین سالگرد جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پیشکش شما گردانیدیم و ما تا اندازه کوشش نمودیم تا بهر شما بینندگان عزیز در وصف وطن، استقلال، پیشوا و عموما موضوعهای وطن دوستی و میهن پرستی سخنها و شعرهای خود را پیشکش گردانیم و در جشنهای من بعد نیز میکوشیم تا شما رو همیشه همراه باشیم. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.